بریم با هم دیگه کریر گرت بیل رو بازسازی کنیم، ببینیم بهتر از چیزی که بوده میشه یا نه. به عنوان یه بارسایی واقعا گرت بیل رو دوست دارم. گرت بیل که واقعا بهش نمیخوره فلسطینی باشه، ولی اگه بود فوتبالش از لیون شروع میکرد، بعد میرفت نیوکاسل توی پرمیر لیگ، میموند همونجا تو پرمیر لیگ، بعد میرفت لیورپول، برمیگشت نیوکاسل، از فوتبال خدافظی میکرد. پرمیر لیگ باز بوده دیگه. 80 میلیون قیمتشه، 725 تا بازی، 370 تا پاس گل و 250 تا گل. بیشتر پاس گل میداده، بیشتر بازی سازی میکرده تا گل زدن. کلا هم توی زندگیش که این همه بازی کرده، یه سال تونسته لیگو بگیره، 4 تا ولی UCL گرفته. فلسطین هم یه بار قهرمان جام جهانی کرده و توپ طلا هم یه بار گرفته. به نظر من تیمایی که تو واقعیتش بازی کرده بهتره، ولی خب کریر کلیش اینجا بهتر در اومد.